برای تیمور رحیموف که برای به دست آوردن نشان برنجی از این مسابقات تلاش کند، ولی تیمور رحیموف امروز کار خود را کرد. تا این مرحله رسیدن نیست کار سهل و ساده نبود، ولی او اثبات کرد. تیمور باید از همون کمیکات بالا استفاده برد، ولی میر بسیار خطرناک است در جوچه ماتا و در دیگر در سپانسی و لنگر بسیار استفاده میبرد، ولی کوشش کند همون کمیکات دوست داشته خود باید قپد. مورد نظر تیمور رحیموف به سمت چپ با پای چپ. تیمور که چپ کار هست، برای ورزشگرانی که با راست کار میکنن یک نوع مشکل ایجاد میکند. بله باید حرکت کند، کار کند تیمور. میر در برابر تیمور رحیموف نیز مشکل دارد. ایستادن در کار نیست. تیمور را مشاهده نمیکنیم، برعکس جهد و تلاش میکند، ولی باید اصول اجرا کند. بله، چون که این حالت ایستادن است، چون که میر از این استفاده میبرد. بله، یک پرتاب سوی نگ به نتیجه و زید حمله به مورد از سوی تیمور رحیموف. چون که میر از جهت تجربهش قانون است برای نشان میدهد که وی همیشه در حرکت است و این با داورو را به نظر میگیرن که حرکت های وی تیمور رحیموف در مسابقه باز یک اصول ضربه‌ای پرتاب. اینجا اصول ضربه‌ای دی8 اون که موفقیت آمیز بود برای تیمور رحیموف. کمتر دست باید کشیدن در کار بود، ولی اما کاساتوگاری کار خود را کرد. تیمور رحیموف از دور رقابت ها حذف شد، ولی رسیدن تا به مرحله ریپچیج یک حالت بسیار خطرناک بود. برای همون طرف رفتن در کار نبود، نمیداد همون طرف. بله. و در روز سیوم ورزشکاران تاجیک با همین رقابت در مسابقه تاسکلای بزرگ این زینه انجام یافتند. زینه هفتم میشود یا نه؟ زینه هفتم